دوستان و بینندگان و مخلصان شبکه سفرخان تیوی، اینک در نوار امروزه ما ولی که گلزنی بسیاری پرتیشکا خواهش کردن که برادر همه ولی که گلزنی را ایکیجو بخریم یا که ایکیجو بیویم. ما داخل در کره این دوستان عزیز ولی که گلزنی از ما خوی میکنیم، صبریت میکنیم، نوار تا خیلی تماشا کنیم و دستگیری را فراموش نکنیم دوستان. و کسانی که در کانال ما مهمونن حتما در اومده و گناه شوند دوستان عزیز. اینک با خواهش دیلی شما برادرو، اینای دستای والی کای این گل شای، اینای قطیچای والی کای دوستان عزیز. از من همه امی را صبریت میکنم. اول دستاش را صبریت میکنیم. اینا دسته والیک. بعدا این دو والیکی مایداک شد صبریت میکنیم دوستان عزیز. نه والیکای مایداک در های نیجا جو میگیره. در نهی درون جوشون در درون های. بعد هر دی والیکی مایدا را مونده نه اوهانک سیاه را میمونیم بالوی بالو دا. این توچکای اوهانک سیاه. بعدا والیکی کالونش را میمونیم نه رولیکی کالونش را. بعد همه ای را موندن دستش هم میزنیم در نیم سیم شکوف در دیم شکوفه باینگی دا باید مونیم هم چه والی که دوستان عزیز. اینا باینگی دا حضور صبریتش میکنیم. بعد ای را موندن گلا صبریت میکنیم. گلا نگاه کنیم راستی و چپانگی گلا بذات نه نگاه کنیم بعد هم بزنیم کشت و گلتون نیتونه یا نه حوزی نمیخیر مو گلا صبریت میکنیم وقت تا خور نمیخیر راست میاد. می راستی و چپانگیش نیستاندگی نیسته هم صورت گلا نگاه کنه خطان میفهمه. این اولی که ما تیار شد دوستان عزیز میتونی رنگ زپرافکا کنی گلا زده بگیری نه دتا پلاسماسا که دوره از ایشان میتونی شما را نه یا خورده میشه دوستان. نه یا دتا زپاسکا با همی خاطره فرق نداره ای کالونی یا که ای مایده که خورده میشه فرق نداره میتونین علیش کنین. اگه کرد نبایگون کورچه ای را میبرورین بیرون ای را بعدا سخت میکنین جوش دا. این برای هم خیلی زپاسکا های. و کسانی در همی خیلی والی در کره داریم یک دونه والی قطعی همی والی قطعی یک دونه گلش 350 سومونه دوستان عزیز. با لوبای جای توجیکستان در صفقه داریم و نه والی خودش طاقت 250 سومون. گل پراز نیه کروچی گلی آبیش نیه گلی سریوزی هم داریم. سری دونه گل ای 90 سومون سر میشه تو 150 سومون کجی شتوک. کسانی در کره نمرو در بالای ویدیو موندگی میتونن زنگ بزنن نشوتی اپارات کدوم در کره میتونن زنگ بزنن و در واتساپ اینمون نویسونه در کارش باشه در صفحه میکنیم یا که بیا بینم گل ویبر کنه قطعی والی خریداری کنه براوا و باقی سربلند خانه آباد باشین پرتوشکان عزیز دستگیر را فراموش نکنین. اگر امکانیتش باشه این ویدیو ما را پدیدی سکنیم باز خوبتر میشه.